به نام خدا. سلام خدمت همگی، وقت شما بخیر. با قسمت 8 از سری ویدیوهای آپدیت در خدمت شما هستیم و اگر اشتباه نکنم میشه قسمت آخر و قسمت دیگه‌ای برای آپدیت برای شما نخواهیم داشت. دلایل این مسئله رو جلوتر برای شما توضیح میدم که چرا آپدیت دیگه‌ای نخواهیم داشت. و فکر میکنم که دیگه آپدیت های کوچیک داریم که توی کانال با عکس، وایس، متن و چیزهای این چنینی براتون قرار میدم و نیاز نداره که ویدیوهای طولانی داشته باشیم و از تقریبا میشه گفتش اواسط یا اوایل سال 2022 که بازار، یا بهتر بگیم 2021، که بازار خودش رو شروع کرد به اصلاح کردن و ریزش های بازار شروع شد. ما در خدمت شما بودیم، کف بازار رو با هم شناسایی کردیم در حدود $17,000 که بازار تا $15,000 هم بعد از اون ریختش. موقعیت های خرید رو با هم شناسایی کردیم، زمانهایی که بازار اصلاح داد به ارزهای جدید ورود کردیم و در ویدئوی قبلی میشه گفت در طی 1-2 ماه گذشته، علیرغم اینکه همه افراد در بازارهای مالی، چه از اساتید ایرانی چه از اساتید غیر ایرانی، داشتن میگفتن که سطح ما شکسته شده، اما من حرفی خلاف این رو بهتون زدم و گفتم که شکسته شدن یک سطح نیاز به 4 الی 5 مرحله داره و هنوز سطح ما شکسته نشده. از همین جهت پیش از هاوینگ که در تاریخ 19 و یا 20 اپریل هستش، یک اصلاحی رو خواهیم داشت و صرفاً بازار داره تست میکنه سطح مقاومتی ما رو و آل تایم های ما رو و اون بازار هنوز نتونسته اون رو بشکنه و میتونه یک اصلاحی داشته باشه که این اصلاح میتونه برای ما موقعیت هایی رو فراهم بکنه که همین اتفاق هم افتاد، خدا رو شکر. و چیزی که من گفته بودم درست بود. اگر یادتون باشه داخل کانال این تحلیل رو من گذاشته بودم، تحلیل مشکی رنگ. در اون زمان بازار در این نواحی وجود داشت که من این در واقع خط مشکی رنگ رو تحت عنوان یک تحلیل و یک احتمال برای بازار در نظر گرفتم و رسمش کردم و همین اتفاق هم افتاد. خیلی‌ها فکر می‌کردن که در این نواحی بازار قراره در واقع حرکت خودش به سمت بالا رو شروع کنه، اما این اتفاق نیفتاد و یک اصلاح عمیق انجام شد و به لطف خدا هر چیزی که تا الان توی این آپدیت ها، توی این 7 قسمت گفتیم، تقریبا میشه گفت 80 الی 90% اتفاق افتاده. تحلیل هایی که گفتیم، سایکل هایی که با هم بررسی کردیم، موقعیت هایی که توی بازار بود، همگی انجام شد. خدا رو شکر میکنم که تونستم چنین دانشی رو به دست بیارم به لطف خدا و چنین تحلیل هایی رو داشته باشیم روی بازار. و اما این هم از اصلاحی که مد نظر ما بود و در نهایت انجام شد و ما به کف تریدینگ رنج رسیدیم. حالا میخوایم از اینجا به بعد با هم بررسی کنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی در آینده میفته. راجع به شاخص ترس و طمع میخوایم کمی صحبت کنیم. یک سری ارز جدید رو میخوایم راجبش با هم صحبت کنیم و همچنین توضیح بدیم که چرا این قسمت آخر برای سری ویدیوهای آپدیت هستش. پیش از اینکه این مسئله رو بگیم، بریم سراغ تحلیلی که در واقع همین تحلیلی که گفتم بر روی کانال تلگرام داشتیم. خب همینطوری که مشاهده میکنید این تحلیلی هستش که در کانال شما میتونید با هشتگ BTCUSD سرچش بکنید. در تاریخ 4 آپریل، یعنی تقریبا 12 روز پیش، ما این تحلیل رو داشتیم. زمانی که در سقف تریدینگ رنج بودیم گفتیم که احتمالا یک حرکت نزولی رو داریم و اول رفت بالا، استاپا رو جمع کرد و بعد ریزش خودش رو انجام داد. بنابراین این تحلیل درست در اومد
و همراه با این تحلیل، همراه با این حرکت و لی نزولی که اینجا داشتیم، ما یک ریزش بر روی توتال تو رو داشتیم که توتال تو به کف، در واقع اون زمان اینجا بود توتال تو به کف تریدینگ رنج خودش رسید و با این ریزش 17% برای ما موقعیت هایی رو برای خرید فراهم کرد. همینطوری که میبینید توی این قسمت نوشتم last chance، چرا که این احتمال وجود داره که این آخرین موقعیت ما برای ورود به بازار باشه و پس از اون ما شاهد حرکت پارابولیک بازار مثل این حرکت باشیم که در بازار قبلی و در بهتره بگیم بولران قبلی داشتیم که 603 روز طول کشید انجام بشه و 1800% سود داد. در حال حاضر بازار با کمی از ریسک های ژئوپلیتیک مثل درگیری های متعدد در خاورمیانه درگیر هست و این رو نمیشه انکار کرد و اگر یادتون باشه ما تحلیل رو قبل از این درگیری ها و مسائل داشتیم، بنابراین اینها فقط یه جورایی در واقع بنزینی بودن که روی آتیش ما ریخته شد و در واقع این فاندامنتال در مسیر تکنیکال ما انجام شد و موجب شد که اون تحلیلی که ما داشتیم با قدرت تر انجام بشه. و اما از نظر محدوده‌ای اگر بخوایم بگیم یک مقدار پایین‌تر میتونه بیاد بازار، اما من باشم صبر نمی‌کنم برای اینکه بازار پایین‌تر بیاد. نهایتاً بخواد یک پایینی رو بزنه محدوده 60 الی 57 و بعد از اون حرکت کنه بره بالا. از نظر تحلیل سنتیمنتال و تحلیل داده‌های درون شبکه در رابطه با محدوده‌های در واقع این نواحی که گره معاملاتی داریم در اینجا، یعنی $52,000 هم صحبت میکنن، این احتمال وجود داره اما احتمال کمرنگیه و همونطوری که گفتم نواحی 57 الی $60,000 رو من یک ناحیه مناسب میدونم. حالا ریزشی که اینجا انجام شد رو میخوایم داخل امواج و تحلیل الیوت با هم بررسی کنیم. اگر یادتون باشه در ویدئوی قبلی من اومدم راجع به موج 4 صحبت کردم. اگر که کسی دنبال بلاگری، فالوور و اینجور چیزها باشه، خب ویدیوهای اینستاگرام و یوتیوب یک الگوریتمی دارن که باید به صورت منظم مثلا هفته یک بار اینها رو آپلود کنید، ولی همینطوری که میبینید و میدونید من این کار رو نمی کنم. ویدیوها رو فقط زمانی میذارم که واقعا بازار نیاز به یک تحلیل خوب و جامع داره، چرا که هر تحلیلی که میذارم اولا که روش بسیار کار شده از مدت‌ها قبل و همچنین واقعا میتونه مسیر رو برای خیلی از افراد مشخص کنه که تکلیف خودشون رو در بازار بدونن که خرید بکنن و یا نکنن. و اگر یادتون باشه در ویدئوی آخری که ما داشتیم توی این قسمت گفتم که بازار نیاز به یک اصلاح طولانی مدت داره، چرا که قرار ما موج 4 خودمون رو تکمیل کنیم و همونطوری که دیدید این اتفاق هم افتاد. از زمانی که بودیم و تحلیل داشتیم در حدود 45 روز الان طول کشیده و هنوزم تموم نشده، میتونه تا 60 الی 70 روز همچنان طول بکشه. اگر بخوایم از نظر تحلیل الیوت با هم دیگه این بازار رو بررسی بکنیم، از موج 1 آبی رنگ شروع میشه که میشه 1 2 موج 3 4 و یک موج 5 اکستند شده و 5 اکستند شده رو داشتیم و این موج تکمیل شد. حالا اگر یکم بریم عقب‌تر، یعنی امواج قرمز رنگ رو اگر بخوایم با هم بررسی کنیم به این صورت در میاد که میشه 1 2 3 و الان در موج 4 هستیم و قراره بریم برای موج 5 در محدوده های بالای تقریبا 80 الی $100,000 و الان داریم
این موج رو در واقع تکمیل میکنیم، یعنی موج 4 قرمز رنگ. به همین دلیله که گفتم این موج میتونه طولانی مدت باشه و من معتقدم که هنوز به اتمام نرسیده این موج و میتونه همچنان این اصلاح و این بحث زمانی ادامه داشته باشه و یک تریدینگ رنج کوچیک حتی اینجا بسازه و بعداً حرکت کنه طبق تحلیلی که داشتیم. بنابراین الان در موج در واقع آیوی هستیم، موج 4 قرمز رنگ، و بعد از اون به امید خدا میخوایم موج پارابولیک خودمون رو شروع کنیم و بریم که موج 5 قرمز و موج 3 مشکی رنگ ماژور رو تکمیل کنیم. برمیگردیم بر روی از نظر تحلیل در واقع الیوت بود، برمیگردیم بر روی تحلیلی که داشتیم بر روی بیت کوین. خب در وهله اول در نظر داشته باشید که بیت کوین خودش رو اصلاح کرده و اون اصلاحی که ما گفتیم که بهش میگفتن در واقع پری هاوینگ ریتست یا پری هاوینگ کارکشن یا اسمهای این چنینی انجام شده و اون چیزی که مد نظر ما بود این حرکت بود. میتونه کمی پایین تر بیاد طبق تحلیلی که گفتیم، اما بخش عمدهش انجام شده. حالا در تاریخ 19 الی 20، چرا میگم 19 الی 20؟ چون همیشه این تایم 1-2 روز میتونه این ور اون ورتر شه و بر مبنای الگوریتم هایی که برای بلاک چین هستش مشخص میشه. میتونه 1-2 روز این ور اون ورتر شه تایم هاوینگ، اما در همون مدت زمان، در همون حوالی، چیزی که همه به اشتباه فکر میکنن هاوینگ که شروع شه و ازش رد بشیم، بیت کوین قراره فوراً به صورت موشکوار بره بالا. همچین اتفاقی قرار نیست اصلا بیفته. دقیقاً مثل اتفاقی که ما بر روی در واقع ETF های بیت کوین داشتیم تقریباً در تاریخ 10-11 جنوری که در واقع این اتفاق افتاد و موجب ریزش بازار شد. همین اتفاق هم و همین مسئله هم اینجا صدق میکنه و انتظاری که من دارم اینه که بعد از اینکه هاوینگ انجام شد و پاداش ماینرها نصف شد، اگر که نمیدونید در کانال هشتگ هاوینگ رو سرچ کنید براتون میاره. چیزی که من از بیت کوین انتظار دارم اینه که وارد یک فاز تریدینگ رنج بشه، وارد یک فاز ساید ویز بشه و نه بالا بره نه پایین، فقط در نوسانات ریز اینجا انجام بشه و حرکت خودش رو انجام بده و در این مدت زمان خیلی بالا و پایین خاصی از بیت کوین نخواهیم دید. دلیل این مسئله 2 چیز هستش. یک، اینکه یک فاز تجمیعی انجام بده، چون وقتی هاوینگ انجام میشه خب پاداش ماینرها نصف میشه و این به این معنیه که اسکرسیتی یا همون نادر بودن بیت کوین در واقع بیشتر میشه و همونطوری که میدونید عرضه کمتر میشه و تقاضا بیشتر میشه. بنابراین در ابتدا این یک شرایطی رو فراهم میاره، یک تریدینگ رنجی تشکیل میده که افرادی که میخوان وارد بشن سفارشات خودشون رو اینجا بذارن، اصطلاحاً میگن تجمیع سفارشات، جمع‌آوری سفارشات، و بعد از اون این حرکت صعودی خودش رو شروع کنه. این اولین اتفاق هستش که میتونه بعد از هاوینگ بیفته و دومین اتفاقی که میفته در همین حین، در همین حال که بیت کوین داره در این فاز، در فاز تریدینگ رنج حرکت میکنه، ما انتظار داریم که آلت کوین ها حرکت خودشون رو از اینجا استارت بزنن. چیزی که در واقع تحلیلگرها و افرادی که تقریبا مبتدی هستن در این بازار انتظار دارن اینه که بازار آلت کوین ها یا همون توتال تو هم بیاد اینجا تریدینگ رنج تشکیل بده. میتونه یک کم تریدینگ رنج باشه، اما ما نباید انتظار اصلاحات خیلی عمیق و حرکات خیلی عجیب و غریب از اینجا به بعد رو بر روی توتال تو داشته باشیم، چرا که اگر نگاهی بندازیم به
در واقع دامیننس بیت کوین، میبینیم که دامیننس بیت کوین آخرین حرکت های خودش، یا حالا بهتر بگیم آخرین زورای خودش را هم داره میزنه برای اینکه حرکت نزولی خودش رو شروع کنه و زمانی که این اتفاق بیفته کوریلیشن یا همون همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها زیاد میشه و فاصله میگیرن از هم و در واقع این همبستگی از بین میره و علیرغم اینکه بیت کوین داره درجا میزنه و تجمیع سفارشات میکنه، شاخص آلت کوین ها شروع میکنه به حرکت صعودی، حرکتی که و چیزی که ما در سالهای گذشته و در در سایکل های گذشته شاهدش بودیم که بعد از 1 2 3 برخورد حرکت پارابولیک خودش رو شروع کرده و در سایکل 2016 فقط و فقط 2 برخورد داشته که البته اگه در تایم فریم پایین ببینیم میشه تقریبا 3 برخورد و بعد از اون حرکت خودش رو انجام داده و رشد خودش رو انجام داده و همچنین در اینجا هم همین رو داریم 1 2 و برخورد سوم که تبدیل به یک FPO شده و این FPO میتونه حرکت کنه بره بالا و ادامه حرکت بده. بنابراین همونطوری که گفتم یک بار اگر بخوایم با هم مرور بکنیم، بیت کوین در مرحله اول در فاز اول ریزشش انجام شده، در فاز دوم میره توی تریدینگ رنج که در این تریدینگ رنج برخی از آلت کوین ها شروع میکنن به حرکت کردن و در فاز سوم حرکت پارابولیک شروع میشه که این اتفاق انجام میشه و آلت کوین ها زمانی که در واقع اگه یادتون باشه گفتم شکست انجام نشده، شکست اینطوریه 4 مرحله داره، میتونید ویدئوی شکست من رو ببینید توی ویدئوهای آموزشی و زمانی که آل تایم های ما به صورت قطعی بشکنه اون زمانه که در واقع حرکت پارابولیک و حرکت اصلی آلت کوین ها شروع میشه. و اما این از تحلیلی که ما برای بیت کوین و سایر آلت کوین ها داشتیم تا به اینجا. حالا در قدم بعدی میخوایم کم کم شیفت کنیم بحثمون رو بریم سراغ تارگت هایی که برای بیت کوین و آلت کوین ها در نظر داریم و میشه گفت که تقریبا بحث ما از اینجا به بعد میشه این مسئله و اهمیت زیادی داره و دقیقاً به همین دلیله که ما دیگه نمیخوایم ویدئو یا آپدیت بدیم چون دیگه چیز خاصی نداره. تمام این مدت زمان از زمانی که بازار ریزش شروع شد کفسازی کرد، صعود کرد، ما همراه شما بودیم. یعنی این لطف رو در واقع من این سعادت رو داشتم که در خدمت شما باشم که تقریبا میشه 900 روز، یعنی حدوداً میشه گفت نزدیک به 2 سال و نیم 3 سال ما در کنار همدیگه بودیم و از اینجا که حرکت خودش رو حالا تقریبا میشه گفت از نظر زمانی 20 روز دیگه 1 ماه دیگه شروع کنه دیگه ما چیز خاصی نمیبینیم جز یک حرکت صعودی که نیاز به تحلیل نداره که البته اصلاحایی رو در بین راه و بین مسیر خواهد داشت که اهمیت چندانی برای ما نداره و دقیقاً به همین دلیل هستش که ما نیازی به آپدیت نداریم و این قسمت میتونه ویدئوی آخر آپدیت ما باشه. حالا یک چیزی داریم تحت عنوان Fear and Greed Index و شاخص ترس و طمع که علیرغم این که این شاخص خیلی ساده‌ای به نظر میاد اما در بازار ارز دیجیتال اهمیت فراوانی داره. ویدئویی داریم در یکی از 3 فصل آموزشی من که میتونید توی همین یوتیوب ببینید یا توی فراچارت یا توی آپارات تحت عنوان تشخیص کفها و سقفها با استفاده از شاخص ترس و طمع که تو اونجا من کامل توضیح دادم. اون ویدیو رو لطفاً ببینید اگر ندیدید چرا که اهمیت زیادی داره و اما امروز میخوایم بر روی چارت به صورت عملی اون رو نشون بدیم و زمانی که قیمت به 17,000 رسید ما از تحلیل های زیادی استفاده کردیم. تکنیکال بود، فاندامنتال بود و سنتیمنتال با استفاده از شاخص ترس و
در این ناحیه چرا میگم شاخص ترس؟ چون که وقتی ما در کفیم ترس وجود داره، وقتی در سقفیم طمع وجود داره. در کنار همه اینها وقتی از شاخص ترس استفاده کردیم در قیمت 17 الی 18 هزار دلار شاخص ترس داشت به ما اعداد 5 الی 10 یعنی ترس ماکسیموم رو به ما نشون میداد و در همون نوایی بود که ما خریدیم که خب همیشه این اتفاق میفته. یعنی در زمانی که در نزول هستیم میگیم اینجا کف بازار یه مقدار پایینتر هم میتونه بیاد. همین مسئله هم در صعود اتفاق میفته. مثلا میگیم در این قیمت سقف ما وجود داره، میبینی که از اون قیمت به خاطر حباب و طمع بیش از حد تو بازار یک مقدار بالاتر هم میره. بنابراین اینا رو بدونید، در بازارهای مالی باهاش آشنا باشید که در آینده سورپرایز نشید. و اما شاخص ترس و طمع. شاخص ترس و طمع رو امروز میخوایم به صورت کمی عملی تر با هم بررسی کنیم. به همین دلیل مراجعه میکنیم به سایت آلترنتیو که ما دیتامون رو اونجا میگیریم. سایت آلترنتیو شاخص در واقع طمع رو داره بر روی عدد 65 یعنی نزدیک به اعداد خنثی نشون میده. همونطوری که میبینید امروز روز قبل هفته گذشته و ماه گذشته رو نشون داده که اعداد 79 80 74 و امروز هم 65 هستش رو داره نشون میده. و اما در واقع سقفی که بودیم، یعنی سقفی که بیت کوین برای ما تشکیل داد در محدوده تقریبا 70,000 دلار، در این ناحیه چون من هر روز این شاخص رو چک میکنم شاخص طمع به عدد 88 رسید. این بالاترین عددی بود که از تقریبا میشه گفتش سال 2022 این بازار تونسته بود ثبت کنه، چرا که همیشه بازار در حالت ترس بود و دیگه نتونسته بود در این حالت بیاد و عدد 88 بالاترین عددی بود که تونسته بود در اینجا ثبت کنه. حالا شما اگر برید روی مکس قرار بدید میتونید تقریبا از سال 2018 هیستوریشو ببینید و بیاید جلو ببینید. مثلا اینجا اگر که من بتونم اینو بیارم اینجا، بله به این صورت ناکنید نزدیک عدد 90 همون عدد 88 هستش که تقریبا 10-15 روز پیش بازار به خودش دید و بعد از اون ریزش کرد و اگر نگاه کنید از سال 2022 این ناحیه این در واقع بالاترین عددی بوده که تونسته ثبت کنه. حالا این چه اهمیتی برای ما داره؟ ببینید وقتی ما در مسیر صعودی هستیم، این نکته‌ای که میخوام بگم نکته‌ای هستش که میتونه یک در واقع سود بسیار بسیار زیادی برای شما داشته باشه، علیرغم این که نکته خیلی ساده‌ای هستش اما حاصل سالها تجربه هستش. وقتی که بازار داره میاد بالا همینطوری شاخص طمع شروع میکنه به رشد کردن و زمانی که به اینجا میرسه یک مرتبه به عدد 90 میرسه. یک مرتبه به عدد، حالا میگم 90 محدوده ایه، ممکنه یک مقدار بالاتر و یک مقدار پایین تر باشه. یک بار به عدد 90 میرسه و زمانی که یک بار به عدد 90 رسید بعد از اینکه اینجا اصلاح خودمون رو ما داشتیم عدد شروع میکنه میاد پایین و همونطوری که میبینید این اتفاق هم الان افتاده و به عدد 65 یعنی تقریبا میشه گفت به عدد خنثی رسیدیم. و زمانی که بازار بعد از هاوینگ در واقع شروع میکنه به حرکت کردن، بعد از هاوینگ این شاخص طمع دوباره و مجددا شروع میکنه به رشد کردن و میرسه به اعداد 90 و حتی اعداد 90 رو رد میکنه، ممکنه برسه به 94 95 و این نواحی. و اونجا و اون زمانی که به این اعداد رسید که بعد از اینکه یک بار به 90 رسید و ریست شد اصطلاحاً و بازار یک اصلاحی رو داشت و مجددا شروع کرد به حرکت، اون جاهایی که به اعداد محدوده های 90 میرسه زمانی هستش که ما باید با استناد به سایر تحلیل ها وقتی در کنار همدیگه میذاریم متوجه بشیم که آخرای بازاره و جایی هستش که
در واقع ما اونجا باید تصفیه کنیم و فرضاً اگر به عدد 100 و چه ببینید الان مثلا ما اینجا گام‌های حرکتی رو دارید، فرض کنید که به این صورت حرکت میکنه بازار و به این نواحی که رسید محدوده 180 الی 200 هزار دلار رسیده، نگاه میکنیم که ما به یک سطح مقاومتی رسیدیم، نگاه میکنیم که بازار خیلی داره راجع بهش صحبت میشه، همه حتی پایین ترین افراد جامعه دارن راجع به بیت کوین حرف میزنن، تو سوشال مدیا فضای مجازی بیت کوین خیلی داره راجع بهش صحبت میشه، شاخص طمع مهمتر از همه به عدد 90 الی 95 رسیده، بدونید که اونجا جاییه که باید از بازار خارج شید. چه بسا افرادی بودن که در این مدت زمان سودهای خیلی کلانی کردن، اما به امید این که قیمت و بازار قرار بالاتر بره و مثلا فرضاً بیاد به این اعداد برسه و به این سقف برسه، تسویه نکردن و اونجا زمانی بوده که در واقع تمام اون سودها رو از دست دادن و سود زمانی ارزش داره که شما خارجش کنید. وقتی که نتونستید به موقع تسویهش کنید دیگه سود نیست و تبدیل میشه به ضرر. همونطوری که در سایکل و بولران قبلی ما در اعداد 70 بودیم و همه داشتن راجع به اعداد در واقع 100,000 صحبت میکردن و میگفتن تسویه نکنید، بیت کوین به 100,000 دلار میرسید. دیدید که این اتفاق نیفتاد و 3 سال بازار در همین نواحی موند. بنابراین این نکته‌ای هستش که راجع به در واقع شاخص طمع میتونه به شما کمک کنه که شما سقف بازار رو شناسایی کنید. و اما در نظر داشته باشید شاخص طمع زمانی ارزشمنده که در کنار سایر ابزار استفاده بشه، نه به تنهایی، چون فقط یک اندیکاتوره. و نکته دوم زمانی که به عنوان مثال بازار به اینجا میرسه و ما سیگنال خروج میگیریم، ممکنه یک مقدار بالاتر هم بره و از این مسئله ناراحت نباشید که مثلا من از بازار جا موندم، میتونستم سود بیشتری داشته باشم. در تحلیل پرایس اکشن همیشه من تاکید میکردم، میگفتم بازار رو نچلونید، نخواید کفشو بگیرید یا سقفشو بگیرید. علیرغم اینکه ما واقعا این کار رو کردیم و در کف گرفتیم و در سقف هم ایشالله اگه خدا بخواد تسویه میکنیم، اما سعی کنید که چنین طرز فکری و چنین پرسپکتیوی نداشته باشید. این نکته‌ای که گفتم راجع به شاخص ترس و طمع حاصل بررسی‌های طولانی مدت من بر روی این بازار هستش که این نکات این چنینی و ریز که میتونه ساده اما پر اهمیت و سودساز باشه، در کتابی که دارم برای شما عزیزان تهیه میکنم ریز به ریز تمام کارها و استراتژی هایی که خودم کردم و میکنم رو نوشتم. بنابراین الان شما یک دیدگاه دارید از بیت کوین که قراره چه کاری انجام بده. یک دیدگاه دارید از اینکه هاوین که بیاد قرار نیستش بازار پرواز بکنه و قراره وارد یک فاز تجمیع بشی. و مسئله سوم راجع به شاخص توتال 2 نکته ای رو گفتیم و گفتیم که اینا کوریلیشنشون از هم جدا میشه و مسیرشون در یک جایی باز میشه از هم. راجع به حرکت پارابولیک گفتیم. همچنین راجع به در واقع شاخص ترس و طمع گفتید که چجوری سقف بیت کوین رو تشخیص بدیم، که حالا ما در آینده در کانال ایشالله راجع به شاخص ترس و طمع، راجع به تحلیل تکنیکال، راجع به مسائل دیگه که میتونیم باهاش سقف‌ها رو تشخیص بدیم مثل تحلیل زمانی و بررسی با گذشته بازار صحبت میکنیم. و اینا چیزهایی هستش که شما میتونید مد نظرتون داشته باشید برای این بازار و ما صبر میکنیم که در واقع بازار رو در جای مناسب تسویه کنیم. ارزهایی در کانال گفتم تحت عنوان با هشتگ ساجستشن 2023 ساجستشن آندرلاین 2023 میتونید سرچ کنید برای کانال عمومی و همه افراد گفتم که این ارزها خیلی بکرن، خیلی دست نخوردن، هنوز کسی بهشون ورود نکرده، مارکت کپاشون پایینن. در زمان مناسب میتونید بهشون ورود کنید با مسئولیت خودتون و نکات این چنینی هم میتونه در کنارش به شما خیلی کمک کنه.
و امیدوارم که بتونید از این بازار بهترین استفاده رو بکنید، بیشترین سود و کمترین ضرر. اگر که این ویدیو براتون مفید بود برای افراد دیگه هم بفرستید که اونها هم استفاده کنند. این ویدیو هم شد 30 دقیقه دقیق و فیکس. موفق و پیروز باشید و خدا نگهدار.